که باید خراب شده یه در بطری این منبرش رو میبرید. بعد از این مطمئن میشید که کامل سال وصل میشه. بعد که مطمئن شدید اینو میذارید روی اینطوری نگرش میده و با این روش میریزید اینقدر که پر بشه. بعد هرچی که دوست دارید رو میتونید روش چسبونید، هرچی مد نظرتون. خب اینجوری میکنه چسبش کش میاد، چون چسبا نگرش میداریم تا خوش بشه. میبینیم یک خورده این خودشو گرفت. حالا مال من هنوز نگرفته، فقط میخوام بهتون نشون بدم. حالا هر چی که دوست دارید تو اینجوری میذارید روش، نگه تا اون خودشو بگیره. به همین یا چیکی